رابطه تازه و باور نکردنی رجارایش با غزال عنایت. رجارایش با غزال عنایت چی رابطه‌ای داشته بود؟ رجارایش در کدام کشور زندگی می کند؟ رفتار باور نکردنی غزال عنایت این روزها در صفحات مجازی و لایف های جنجالیش در صفحه تیک تاک. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. غزال عنایت مجری موفق، هنرمند با استعداد، یکی از چهره‌های مشهور و با استعداد در میان جوانان افغانستان بوده است. غزال عنایت در یک خانواده با علم و دانش در ولایت زیبای لغمان دیده به جهان گشود. پدر و مادر غزال عنایت از جمله موفق‌ترین و با استعدادترین ژورنالیستان افغانستان در رادیو تلویزیون ملی بودند. غزال عنایت بر علاوه کارهای هنریش استعداد والایی در بخش گویندگی برنامه‌های مختلف در تلویزیون‌های افغانستان داشته است. غزال عنایت اکنون در کشور کانادا زندگی می‌کند و تابعیت کشور کانادا را دارد، ولی بار به خاطر کارهای هنریش سفرهای به دبی و ترکیه داشته است. غزال عنایت قبل از رفتنش به کانادا با رجارایش عروسی کرده بود، ولی بعد از رفتنش به کانادا از همسرش جدا شده است. اکنون رجارایش به کشور استرالیا رفته است و بگومگوهای فراوانی وجود دارد که دوباره رابطه خوب میان غزال عنایت و رجارایش ایجاد شده است و قرار است این دوباره زندگی مشترکشان را آغاز کند، ولی تاکنون غزال عنایت در این باره ابراز نظر نکرده است. این تمام خبرها و بگومگوهای صفحات مجازی بالخصوص تیک تاک بوده است. رجارایش تاکنون ازدواج دیگر نکرده است و همیشه یاد و خاطرات غزال عنایت را در برنامه‌های رسانه‌ایش ابراز کرده است. من آرزو دارم این خبر حقیقت داشته باشد و این دو جوان زندگی خوش و آرامی را با هم داشته باشند. دوستان و همراهان همیشگیم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران غزال عنایت و رجارایش به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامت برای شما نازنینان آرزو دارم. تا درودی دیگر امیدتان را به علای منان سپرده، موفق و کامگار باشید.